درود تماشابینان گرامی، خرافات زدگی، خرافات پرستی و خرافات کنانی عباره‌هایند که میان جامعه ما زیاد صدا می‌دهد و این کلمه در فرهنگ زبان تاجیکی به معنای چیزی به اساس و به پایه آمده است. وقتی آخر آمیختن احکام دین و خرافات میان جامعه مسلمان نشین ما به یک پدیده بسیار منفی تبدیل یافته است. حتی کار تا جای رسیده است که توسط خرافات کنانی احکام دین گروه‌های سیاسی می‌توانند افراد گوناگون را به دام خود بکشند و به منفعت‌های سیاسی خود استفاده کنند. پیامد این روند را ما از ناآرامی‌های به وجود آمده در کشورهای خاور میانه بر علا مشاهده کردیم و در برنامه امروزه صحبت روز همین مسائل، یعنی خرافات کنانی احکام دین و پیامد آن، مورد تحلیل و بررسی قرار داده می شود. و وابسته به این موضوع ما به استودیوی مرکزی تلویزیون جهان ما دعوت نمودیم معاون رکتور دانشکده اسلامی تاجیکستان به نام امام اعظم ابو حنیفه اسکندر شاه عمرزاده. خوش آمدید. تشکر زیاد. نخست سری آن بگوید که اصلا خود انمین خرافات پرستی و با وجود آورندن خرافات در احکام دین از کجا سر زد که تا امروز ادامه دارد و پیامد اصلی آن به فکر شما در جامعه مسلمانی ما چی بوده میتواند؟ به نام آن که جهانش به زیر فرمان است، از اوست هرچی هویدا و هرچی نهان است. درود بر روان پاک محمد صلی الله علیه و سلم باد. بسیار سوالی به مورد شما اظهار نمودید که امروز در جامعه جهانی علل خصوص در کشور عزیزمان این روندهای خرافات پرستی به چشم دیده می شود. بنده یکی از سببهای مردم را به خرافات دست دادن و پایه خرافات عمل نمودن را از دور بودن از فرهنگ ناب اسلام می دانم. زیرا دین مبین اسلام این دین رحمت است، این دین صمیمیت است و این دین وحدت است. باید تذکر داد که هر نفری که از فرهنگ اسلام، از پایه قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم خبر ندارد، دست به خرافات میزنند و آن عملهایی که با دین مربوط نیستند، از پایه دین اسلام گرفته نشدن، اونها را با نام دین بین مردم نادان معرفی می نمایند که این خرافات انسانها را به گمراهی میبرد، به نابودی میبرد. پدیده هایی که امروز در بین جامعه دیده می شود و از جانب برخی نفرانی که خرافات را با دین تشبیه می دهند و می گویند که این دین است، قلبهای مردم ناآگاه را به گمراهی برده است. یکی از این پدیده ها که زمان پیش در بین مردم بود، این در مراسم های خرسندی و عزاداری مردم دیده می شد. الحمدلله که امروز در این ممالک ما زمانی به تصویب رسیدن قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم ها به این نقطه گذاشت. اما نمی توان همه این کلام ها را در زیر لوای این قانون برای مردم افشا نمود. باید مردم به آن علمایی که در دایره مذهب، در دایره اخلاق اسلامی در بین مردم گفت و گذار دارند به آنها تکیه کرد و آن کلام هایی که از زبان علما با تشخیص کمیته آید به کارهای دین بالای اوراق کتاب آورده می شود، از آن سرچشمه گرفت. اکثرا امروز می دانند که مخصوصا در همین مراسم عزاداری مراسم هایی هستند که علاکه خود اهالی درک کردند که احکام دین این را تشویق کردگی نیست، این را توصیه دادگی نیست، لیکن به خاطر حرف مردم، به خاطر آنه که خب مردم تهمت را برای اون نریزد، او همون مراسم انجام میدهد. اکنون به فکر شما نظر دین، نظر اسلام نسبت به همین افراد چی بوده میتواند؟ یک گروه جوانان نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدند و از این معلم بشر محمد صلی الله علیه و سلم سؤال نمودند. گفتند یا رسول الله، بهترین انسان ها
امروز در روی زمین و روز قیامت در نزد خداوند با محبوبتر کیها هستند؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت احب الناس الی الله ینفعهم للناس. بهترین مردم در نزد جامعه بشری و در نزد خداوند نفرانی هستند که منفعت دارند برای جامعه خیش، برای وطن خیش، برای مردم خیش. آن نفرانی که میخواهند برای پدری یا مادری که از دنیا گذشته است و روح او را شاد بنمایند، شر نیست که بالای دسترخوان پر از نعمت بیارند و به خاطر نفس چند نفری سیر شدن، به خاطر به دست آوردن قلب پدر و مادر، به خاطر به دست آوردن روح پدر و مادر باید از خرافات دست کشید و آن درس زندگی که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای امتانش بیان نموده است، انجام دادن عملهای خیر، ساختن راه، ساختن پول، کشیدن آب برای مردم یا به دست آوردن قلب بیمار یا اینکه به دست آوردن دل مردم، این راه اساسی است. پس برادر عزیز، امروز ببینیم که هر چیزی که از اسلام نیست آهسته آهسته در بین مردم از بین می رود، اما چیزی که از اسلام است در بین مردم باقی می ماند. اما افرادی که احکام دین را به طور خرافاتی خب میان مردم پهن میکنند، یا گروه یا گویم که افراد الهیده برای اونه که از انمون حرفی که او میگوید و ربطش میدهد به احکام دین منفیت میگیرد، این رو به شکل آنه که گفته اسلام است میان مردم پهن میکند. دین در نسبت این خیل افراد چی حکم میکند؟ بزرگ میفرماید زمین بر صوفی و مولا سلامی که پیغام خدا گفتند و ما را، ولی تعویلشان در حیرت انداخت خدا و جبرائیل و مصطفی را. باید هر یک نفری که دعوای عالم بودن میکند، دعوا میکند که من علم شریعت را میدانم، باید خرافات برای مردم نگوید. اگر میخواهد دین را خدمت کند، در دین خدمت کند و برای جامعه مسلمان خدمت کند، برای ملتش خدمت کند، باید پیش راه خرافات را از مردم بگیرد. اسلام به ظاهر نظاره ندارد، اسلام به باطن نظاره دارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان میکنند که خداوند ذوالجلال به صورتهای شما و به ظاهر شما نظر نمی کند. خداوند ذوالجلال به عمل شما و به قلبهای شما نظر می کند. زمانی اگر نفری که دعوای عالم بودن می کند دلش به دین و به ملتش می سوزد و از زبانش سخنی غیر خرافات می براید و برای مردم می رسد، مردم البته که او را قبول می کنند. امروز در جامعه ما یک چیز است که بین مردم می بینیم، مردم یک نفر را احترام می کنند، البته که می کنند، این از روی احتقاد مردم است. اما زمان مردم می بینند که در ظاهر این مرد یا در باطن این مرد عمل پیدا می شود که وابسته به نفس اوست، او را ترک می کنند. اما زمان سخن به خاطر خدا بود، سخن به خاطر آبادی جمعیت و وطن و ملت بود، این را مردم دوست می دارند و قبول می کنند. این برای مردم دستمایه زندگی می شود. امروز در بین جامعه هستیم، می بینیم مردم را که الحمدلله صف خرافات پرستان خیلی کم شده است، اما نفرانی هستند که این را به شریعت، به دین ربط میدهند که از دین نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم در کلام زیبایش برای ما امتان محبوبش بیان میکند اگر شما هر سخنی را شنیدید که محبت آن سخن قلب شما را زیبا نگردانید، یعنی اون در جوهر ایمان شما وارد نشد، بدان که او سخن من نیست. باید علما بدانند که سخنی که حق نیست به خاطر نفس، به خاطر شهرت، به خاطر کسی او را عزت کند، به خاطر کسی برای او مال بدهد، حدیث پیامبر خدا را بافته نکند که روزی در پیشگاه خدا جواب دارد. مشکلی اصلی آنه که مردم ما زیاد داده می شوند به حرفی گفته یک نفر از آنه که مطالعه کنند. یعنی مردم ما اعتماد میکند به هر نفری که در صورت خودش را به حیث روحانی نشان میدهد و از
احکام دین حرف میزند و نافهمیده و ناسنجیده بدون مطالعه به حرفهای همان اعتماد میکنند. مشکل اینجا چی است که مردم ما نکته سنج نیست. مردم ما توجه نمیکند، تحلیل نمیبرد که آیا واقعا این چیزی که این نفر گفت از احکام دین است و ناسنجیده و نافهمیده داده میشوند و اعتماد میکنند. چرا همین گونه است با فکر شما؟ عالی ترین تحفه پیشوای معظم ملت این بود که امروز قرآن در خاندان هر یک فرد مسلمان رایگان با حرف خوانا تألیف کرده شد و رسانیده شد. پس نظاره کنیم به این نعمتی که خداوند توسط این سرور وفادار برای ملت داد. اگر نفر بخواهد هر مسائل زندگی را از قرآن بیاموزد، از تاریخ پیامبر صلی الله علیه و سلم بیاموزد، از مکتب ابو حنیفه نعمان بن ثابت بیاموزد، کتاب‌های زیاد امروز به تألیف رسیده است. هموطن عزیز، امروز از جانب استاد بسیار غمخوار و مشفق استاد محمد شریف باقی زاده کتاب به نام فقه اسلامی روی دست خواننده هست، روی دست مردم است. اگر نفر صحیفه روزگارش را از این کتاب مطالعه کند، تمام احکام شریعت در او آورده شده است، تمام مسائل روزگار در او آورده شده است و تمام سندهای وابسته به مذهب حنفی بالای اوراق این کتاب از خون دل استاد نوشته شده است. این برای انسان یک دستورالعمل زندگی است. اگر ما میگوییم که امروز شاید نفری را گوش نکردیم یا از مکانی نخواندیم، یک کتابت را بگیر برای فرزندت هدیه کن و زمانی سری دسترخوان می ایستیم محبت به تماشای هر کینا نکنیم، محبت به درسی پدر کنیم که هر پدر وظیفه دارد که یک درس را امروز برای عائله اش، برای خاندانش برساند. مثال درس روزگار است درباره طهارت، درباره نماز، درباره احکام زکات، درباره احکام عشر، در همه مسائلی که در این کتاب از در زیر دایره مذهب حنفی روی کاغذ آورده شده است. این برای مردم یک دستاویز است. پس مردم زمانی محبت به کتاب کرد، زمانی به مطالعه کتاب کرد، خرافات از بین می رود. افسوس صد افسوس که بعضی مردم نه محبت به کتاب دارن، از اینترنت فتوا میگیرن. از آن نفری که از دایره اسلام خبر ندارد، صورتاً به صورتی عالی مانند است، لباسش، صورتش، چهرهش، اما وجود او این کلام ها دیده نمی شود، پس از اون را برای خود ایدئال قرار می دهند. ایدئال مرد مسلمان باید در زندگی قرآن باشد، ایدئال مرد مسلمان حدیث باشد، ایدئال مرد مسلمان کتاب فقه باشد که مسائل روزگارش را پیدا کند. زیرا اینترنت نفرانی هستند که از خوارج ایستاده یک فتوا را بر دروغ میپرتایند. اینترنت مکان فتوا نیست. یا از اینترنت مسائل روزگار را جستجو میکنند. شاید نفری است که در مذهب حنفی نیست، شاید نفری است که پابند این کلام نیست، اما برای جوان امروزه که محبت به کتاب ندارد، این کلام را میشنود، خیال میکند که دین امین است. چیکار باید کنیم در همین شب و روز، مثلا در زمان امروز که خب فضای وسیع اینترنتی و اطلاعاتی فراگیر جامعه کنونی ما است، ما جوانان خود را، عموما نسل امروزی کشور را از همین آسیب پذیری، همین رو آوردن به خرافات پرستی و خب احکامی که با آمیختگی در نتیجه خرافات تحمیل می شود بالای آنها حفظ کنیم. بسیار برادر عزیز به مورد تذکر دادید. امروز البته برنامه های تلویزیونی باید زیاد نمود و شخصیت هایی که امروز در خدمت دین هستند و دین را از نقطه نظری مذهب حنفی می دانند و امروز در جامعه شهروندی از آن جمله در پایتخت عزیز در تاجیکستان همچنین یک شخصیت های معروف هستند و می توانند سخنشان را با قلب مردم برسانند، اونها را باید به صحبت دعوت کرد. زیرا می بینیم در جامعه شهروندی یا در زمانی که وقتی علما حرف نمی زنند، وقتی خاموشی را برای خود پایه می کنند، وقتی شاید نفری است که صحبت اونها را قابل قبول نمی داند، پس این خرافات سر می زند، این بیگانه پرستی سر می زند.
پیامبر صلی الله علیه و سلم کلام زیبایی دارند که برای نسل بشر، برای جوانان نصیحتی زیبایی است. پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان میکنند العافیت علی عشرة اوجوح، خمسة فی الدنیا و خمسة فی الاخره. پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان میکنند که آسودگی در این دنیا و 5 نعمت است. اگر من، شما شهروند عزیز، جوانی که امروز در خانه هست یا در دانشگاه هست، این را درس زندگیش قرار بدهد، برایش روزگارش خوب است. رسول خدا بیان میکنند العلم و العباده. اولا باید جوان وقتی که میخواهد هر کسبی بیاموزد، اول علم او را بداند. دوستای مهربان، نمازم علم دارد، کتاب دارد. وقتی ما پابند نماز میشویم، عبادت میشویم، باید از اینترنت طرز نمازخوانی را نه آموزیم، از کتاب بیاموزیم، از مذهب ناب حنفی بیاموزیم. زمانی بود بین جوانان گروه های پیدا بودند که طرز خواندن نمازشان، طرز عبادتشان از آن مردمی که پابند مذهب بودند فرقی داشت و امروز بچه ها آماده رسید. برای این جوانی عزیز، هموطن گرامی که امروز این صدا را میشنوی، میخواهی اگر عبادت کنی خدا را، عمل صالح انجام بدهی، دست به علم بزن، به کتاب بزن. دوم عبادت لذت پیدا میکند. سوم حبیب خدا صلی الله علیه و سلم بیان میکند اگر بخواهید که در زندگی آسوده باشید، از نعمتهای خدا شکر کنید. ما امروز جوانای خوب شکر کنیم که وطنی آباد داریم، وطنی در زیر لوای صلح و وحدت قرار داریم، وطنی داریم که امروز روز به روز شکفته ایستاده است. از این وطن شکر کنیم، از این سرور غمخوار شکر کنیم. سوم حبیب خدا صلی الله علیه و سلم بیان میکنند از صبر و علی شدتی، زمان اگر امتحان زندگی به سرمان آمد صبر کنیم. چهارم پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان میکنند رزق حلال تناول کنید. اگر هر نفری در روزگارش این 5 کلام در زندگیش جا کرد، یعنی محبت به کتاب پیدا کرد، عبادتش لذت پیدا شد، در نعمتها شکر کرد، در مصیبت صبر کرد و رزق حلال تناول کرد، خداوند زندگی او را شایسته میگرداند، خداوند روزگارش از شایسته میگرداند. بدین خاطر مردم امروز هر فتوایی که میجویند سوال را در اینترنت پیشنهاد میکنند، جواب او کدام است، کی جواب گفته است او را، این شخصیتی که جواب میگوید آیا از مکتب اسلام خبر دارد یا ندارد، او را برای خود دستمایه زندگی قرار میدهند که خطایی در خطاست. از روزگار علمای پیشین اهل مذهب میتوان بیان داشت که برای پیدا کردن یک سوال شرعی از چند علما میپرسیدند که تا مردم به او عمل کنند. افسوس، صد افسوس، امروز کلمه حرام یا اوبال از بین مردم رفته است. واقعا تحلیل ها نشان میدهد که در فضای امروز ناآرام جهانی انمین خرافات کنانی احکام دین یک نوع شورانیدن جامعه مسلمانی میان هم گشته است و تجربه ها بر علا این چیز رو برای ما روشن می سازد. در فرجام صحبت خلاصه عمیق شما چی است؟ یعنی کدام رو ما امروز می توانیم پیش گیریم و تو با همین وسیله ما می توانیم دامنه خرافات زدگی را از جامعه کشور برکنیم. چنان بیان داشتم بهترین راهی که امروز سطح خرافات از بین مردم برکنار شود و مردم اسلام ناب و مکتب پیامبر و مذهب حنفی را دوست بدارند و بفهمند، دعوت علما به برنامه هاست، استفاده از سخن علماست، استفاده از کتاب های اهل مذهب است، استفاده از آن نفران است که اهل فرهنگ ادب هستند. وقتی اگر یک انسان با ادب، یک انسان با عقل و با دین برای مردم چیزی بگوید، جامعه او را گوش میکند. امروز باید علما خاموش نباشند. وظیفه هر یک فرد مسلمان امین است که وطنش را دوست بدارد، ملت را دوست بدارد و دین ناب را، مذهب ناب را در هر مکان زندگی میکند، هر سری محفل می نشیند جوان را نصیحت کند. امروز در بین جوانان میبینیم بعضی گروهان به اسلام ربط ندارند، اما لباس اونها را ترغیب میکنند، صورتشان را به سوی آن نفرانی که در خوارج نشستند، یا لباسی به اخلاقی را ببر میکنند
اما به عبادت محبوب نیستن، خود را مسلمان میگیرن. اما پیشتر از این وقتی در دهات زندگی میکنی یا میبینیم اهل فرهنگ دهات را، مردم یک انسان کلان میدید احترامش میکرد. امروز که مردم نمیشنون عمل نمیکنن. تشکر میکنیم از شما برای شرکت در برنامه و ابراز بسیار نظرهای روشن و بسیار اندیشه های بیکر. اطمینان داریم که آن نفرانی که به صحبت ما توجه کردن حتما یک ناروشنی های را در زندگیشان روشن کردن با گوش کردن، با شنیدن حرف هایی که همگی بر پایه دین مبین اسلام بود. بار دیگر تشکر از شما. و واقعا بیننده های گرامی، تحلیل ها نشان میدهد که هر قدری که جامعه کم سواد و ساده باشد، همان اندازه تأثیر رسانی به تفکر آنها آسان دست میدهد. از این رو یگانه راهی که ما میتوانیم جامعه خود را، فرزندان خود را، دوستان خود را از آسیب پذیری نگه داریم، این رو آوردن به علم آموزی است و تنها توسط آموختن علم های دینی و دنیوی، وسیع نمودن جهانبینی سیاسی و زیرکی سیاسی، ما می توانیم نسل سالم را از جهت روانی و جسمانی به کمال رسانیم و فردای درخشان را برای خود و نزدیکان و وطن عزیزمان به ارمغان آوریم. اینجاست انجام برنامه نوبتی صحبت روز. روزگار خوش و آسوده شما آرزوی همیشگی ماست. با شبکه جهان نما باشید.